بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از حدیث‌های مبارک خود می‌فرمایند: عن ابی هریره رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: كل امتی معافى الا المجاهرین و ان من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق علیه. یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم را شنیدم که چنین میگفتند: همه امت من در عافیت هستند، یعنی امید است که خداوند آنها را عفو نماید، بجز آنهایی که گناه را آشکار انجام میدهند. و از جمله افشا کردن یا آشکار انجام دادن گناه این است که مرد شبانه گناه را انجام میدهد و سحری در حالی که خداوند او را ستر نموده است، گناه او را پوشانیده است، میگوید: ای فلانی، من شب چنین و چنان کار کردم. هنگامی که خداوند او را ستر کرده است، ستر خداوند را فاش کرده، گناه انجام داده اش را به مردم میگوید. و یکی از نمودهای فاش کردن گناه در عصر امروزه ما و شما این است که نفرهایی که کار گناه و معصیت و کارهای زشت را انجام میدهند، آن را در شبکه‌های اجتماعی، در یوتیوب، در اینستاگرام و در دیگر شبکه‌های اجتماعی پهن میکنند و نشر میکنند و سبب پهن گشتن فسق و فساد، سبب پهن گشتن کارهای زشت و گناه میشود و یکی از سبب‌های مهمی ویرانشوی جامعه می‌گردد که این بسیار خطرناک است. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که همه امتان من در عافیت هستند، یعنی امید است که خداوند گناهان آنها را عفو و مغفرت نماید، مگر آنهایی که گناه خود را پهن میکنند و نشر میکنند و آشکار میکنند. خداوند گناهت را ستر کرده است، برای چی آن را آشکار میکنی؟ یا یکی از نمود آن این است که زنهای بی ستر عکسهای خود را در شبکه‌های اجتماعی، در صحیفه‌های اینترنتی میگذارند که دلخواه انسان در آمده آن را میبیند و یا در شبکه‌ها دور میزند که سبب بزرگ شدن و سبب چند مراتب وزنین‌تر شدن گناه آنها میشود. یا خدا میداند به دست کیها میافتد آن عکس‌ها و چقدر عائله‌ها از سبب چنین کارها ویران شده، جدا شده اند. و این کارها دلالت بر این میکند که همان نفری که گناهی کرده اش را، عمل زشت انجام داده اش را که در شبکه‌ها پهن میکند، دلالت بر این میکند که گویا زبان حال او گفته ایستاده است که پروردگارا، خداوندا، تو گناه مرا ستر کردی، گناه مرا پوشانیدی و من پروایی ندارم، من آن را میگیرم، آشکار میکنم. بزرگی و عظمت خداوند گویا در نظر او هیچ شده ایستاده است. و یکی از نتیجه های بد پهن گشتن گناه این است که در قلب انسان ها یا در نظر انسان ها وزنینی همان گناه هیچ می شود. و خداوند کند که جامعه ما و شما از عملهای زشت، از معصیت و گناه پاک گردد و خداوند چشمان ما و شما و چشمان فرزندان کودکان ما و شما را از دیدن گناه ها و از پهن گشتن معصیت و عمل زشت نگهبان باشد و جامعه ما و شما را از هر فسق و فساد
و از کارهای بد پاک سازد.